فرهنگ توجک تلفات بزرگی داد. قربانعلی عبداللهیف هنرمند مردمی تاجیکستان شام 11 ینور در سن 56 بعد 2 ماه مبارزه با کرونا ویروس در بیمارستان بیماری سرطانی در محله زرافشان شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. مراسم دفن آوازخوان شناخته روز 12 ینور در دهه کپرکبوشی جماعت گلریز در کنار شهر وحدت دایر می شود. شاعره رحیم جان، شاعره توجک گفت است که قربانعلی عبداللهیف تقریبا 2 ماه باز زیر دستگاه نفسکشی ثانی قرار داشت و 2 هفته آخر پورا در حجره احیا بود. قربانعلی عبداللهیف سال 1963 در ناحیه فیض‌آباد به دنیا آمده. سال 1987 دانشکده سند به نام میرزا ترسانزاده را ختم کرد. قربانعلی عبداللهیف بخصوص در خواندن ترانه‌های مردمی چیره‌دست بود و ترانه‌های شاهکار چون زنگ تلفن، الوداع، قشلاق من، مادر، خاک وطن در یاد مخلصانش باقی میمانند. او را سال 2015 با همگی 630 سامانی نفقه از انسامبل دریای کمیته رادیو و تلویزیون به نفقه گسیل کرده بودند. بنا به اطلاع رادیو آزادی، قربانعلی عبداللهیف بعد بازنشسته شدن به نزد نزدیکانش به شهر کراسنودار روسیه کوچید. او 1 سال پیش به تاجیکستان آمد ولی با سبب بسته شدن مرزها در وطن درماند. قربانعلی عبداللهیف روز 12 می سال 2020 در عرفه دهه 3 ماه رمضان در صحیفه‌اش در فیسبوک اعلام کرد که ترک صحنه میکند. او نوشت امروز بنده به قرار آمدم که صحنه کلان و هنری آوازخوانی را ترک می نمایم. قرارم قطعی است. از همه عزیزان و همکسبان و مخلصان تشکر میکنم. در این مدت عمر از نفرانی که آزارشان دادم بسیار عذر میطلبم. امید دارم که در ماه شریف رمضان و دهه مغفرت مرا میبخشید. باقی الله نگهبانتان. آمین.